امروز با هم دیگه می‌خوایم در این مورد صحبت کنیم که چرا جذب آدم‌های آسیب‌زا میشیم. چرا توی روابطمون حالت مودی داریم. میریم و میایم و دوست داریم طرفو یه جا طرفو دوست نداریم، یه جا بهش وابسته ایم، یه جا ازش دوریم، حس می‌کنیم می‌خوایم تنهاتر باشیم. چرا این اتفاقات توی رابطمون میفته؟ اینا همشون برمیگردن به دلبستگی. امروز با هم دیگه می‌خوایم نظریه دلبستگی جان بالبی رو بررسی کنیم. سلام به دوستان عزیزم، من سپهر رحیمی هستم. به پادکست روتس خوش اومدید. دلبستگی یعنی چی؟ یعنی به حالت کلی اگه بخوایم تعریف کلی در موردش ارائه بدیم، احساس و نوع رابطه ما با افراد هستش. احساسی که به طرف مقابلمون داریم، احساسی که ازش میگیریم، مدلی که عشق رو ابراز میکنیم، مدلی که عشق رو میگیریم، تمام حالتهای عاطفی ما رو دلبستگی میتونن در بر بگیرن. حالا دلبستگی کجا شکل میگیره؟ از بدو تولد در دوران کودکی. رابطه‌ای که با مادر و پدرمون داریم. محبتی که اونها بهمون میکنن، توجهی که اونها بهمون میکنن باعث شکل‌گیری دلبستگی میشه. حالا بیایید بریم تو عمق دلبستگی. یه نگاهی به تاریخچه‌اش بندازیم. ببینیم مثلا این دلبستگی از کجا شکل گرفت. در سال 1907 فردی به اسم جان بالبی متولد میشه. در این خانواده اشرافی و ثروتمند که به نوبه خودشون بهترین حالت فرزند پروری زمان و مدل خودشون داشتن. مدلی که الان به شدت منسوخ شده است و اگر کسی با فرزندش اینطوری برخورد کنه فرزند ازش میگیرن. حالا به چه شکل بوده؟ به این شکل بوده که توجهی که بچه‌هاشون میکردن توی پایین ترین حد ممکن بوده. تا سن 7-8 سالگی بچه حق نداشته سر میز غذا با خانواده بشینه و از 8-9 سالگی به بعد هم میفرستنش مدرسه شبانه تا اونجا بزرگ بشه. جان بالبی وقتی بزرگتر میشه وارد رشته روانپزشکی و بعد هم روانشناسی میشه و نظریه دلبستگی رو بنیانگذاری میکنه. جزء نظریاتی که کلی پژوهش روش انجام شده. به نظر جان بالبی کودکی که در دوران بچگیش دلبستگی رو به شکل درستی تجربه نکرده باشه آسیب‌های زیادی رو در بزرگسالی می‌بینه و اون حالت دلبستگی در تمام طول عمر باهاش همراهه. جان بالبی میگه که اگر کودکی دلبستگی درستی نداشته باشه مثل بچه‌ای که ویتامین دی بهش نرسیده. استخوناش درب و داغون میشه. بیایید با هم دیگه نظر جان بالبی رو از نظر ویتامین دی توی زمان حال بررسی کنیم. با آخرین پژوهش‌هایی که انجام شده توی این حوزه نشون میده اگر کودکان در دوران بچگیشون توجه به میزان کافی و درست بهشون نشه، رشد مغزشون به مشکل میخوره و مغز به حجم و وزن درست کافی نمیرسه. حالا با هم دیگه میخوایم حالتهای مختلف دلبستگی رو بررسی کنیم. ما به صورت کلی چند مدل دلبستگی داریم که اینها رو دونه به دونه میخوایم مورد بررسی با هم دیگه قرار بدیم. دلبستگی سالم اولین سطح دلبستگی. یک خانواده‌ای که به بچه‌شون به میزان کافی توجه کرده باشن، حضور داشته باشن، به نیازهاش دقت کرده باشن و اونها رو تا سطح امکان و به درستی برآورده کرده باشن. وقتی بچه گریه میکنه نگن که بذار گریه کنه خودش آروم میشه یا بهش بی‌توجهی کنن و خواستهای اساسیش رو در نظر نگیرن. حضور دارن، حضور کافی دارن و امنیت بچه رو تامین میکنن. اگر مادر در کنار بچه حضور نداشته باشه بچه گریه میکنه. وقتی مادر حضور پیدا بکنه برمیگرده به آغوش مادر. این چیزیه که شاید به نظرمون خیلی طبیعی و عادی به نظر برسه ولی در مورد همین مکانیزم ساده کلی پژوهش شده انجام شده. پژوهش‌ها نشون میدن دلبستگی ناسالم در این حالت‌ها به این شکلی که وقتی مادر صحنه رو ترک میکنه و برمیگرده کودک مستقیما به سمت مادر نمیره و حالش خوب باشه و در آغوشش بگیره. بچه‌ای که دلبستگی ناسالمی داشته باشه ممکنه به مادر یه نگاه بندازه و بعد به کارش برسه، حالت مستقلانه رو توی رفتارش داشته باشه که به نظر خیلی کافی و عالی و توپ به نظر میرسه ولی یک دلبستگی ناسالمه. توی حالت بعد از دلبستگی سالم میپردازیم به دلبستگی اجتنابی. یه حالت دیگه از دلبستگی که والدین به شکل کافی و خوب حضور ندارن. به نیازهای بچه توجه نمی‌کنن، حضور کافی ندارن و خیلی وقتا میگن که بذار گریه کنه خودش آروم میشه. خب من هم شخصا توی دوران کودکی بر اساس خاطراتی که مادرم برام تعریف کرده این حالت‌ها رو داشتم. حتی اونقدر نه ولی بوده. حالت بعدی دلبستگی دوسوگراست. دلبستگی دوسوگرا یعنی اینکه یه وقتایی مادر هست،
یه وقتایی مادر نیست، یه حالت مابینه. یعنی یه جایی بهش توجه میکنه، یه جایی بهش توجه نمیکنه، یه جایی به گریهش توجه میکنه و اهمیت میده، یه جایی به گریهش توجه نمیکنه و اهمیت نمیده. ما میتونیم بگیم زمینه بیماری‌های روانی خیلی بدیه. بیماری‌های روانی مثل شخصیت مرزی، دو قطبی، اضطراب جدایی، حتی اسکیزوفرن هم میتونن ریشه از این حالت پرورش بدن. مورد حالت دلبستگی بعدی دلبستگی ناسازگار هستش که دلبستگی ناسازگار یا آشفته حالت شدیدتر دلبستگی دوسوگر است. یعنی دیگه پدر و مادر در وحشتناکترین حالت دوسوگرایی خودشون قرار دارن و یه جا همون لحظه‌ای که به بچه توجه میکنن همون لحظه هم میزنن توی گوشش. مادری رو تصور کنیم که به بچهش توجه میکنه، بهش محبت میکنه، میگه دوستت دارم و همون لحظه میخوابونه تو گوش بچهش و میگه توی بچه بی ادب و بی شعوری. خیلی غیر منطقیه، ولی افرادی با شخصیت مرزی یا اسکیزوفرن یا حالتهای توهم پارانوید ممکنه چنین کاری رو با بچه‌هاشون انجام بدن. حالا این حالتهای دلبستگی چه تأثیر روی زندگی ما میذاره؟ ببینید ما توی روابطمون ممکنه تک تک این حالتهای دلبستگی رو داشته باشیم. ممکنه دوسوگرا باشیم. یه جایی به طرفمون توجه بکنیم بعد خوشمون ازش نیاد و بخوایم ازش دوری کنیم. یا حالت اینطوری باشیم که مودی باشیم. یا توقع داشته باشم با فردی که وارد رابطه میشم یه فردی باشه که یکسره من رو ایگنور کنه، بهم بی‌توجهی کنه و به شدت با اون برخورد بدی داشته باشه. اینا همشون از دلبستگی ناسالم شکل میگیرن. فکر کنم خیلی توی جامعه دیده باشیم دخترها و پسرهایی که توی رابطهشون دوسوگرا هستن. توی روابطشون به این شکلن که یه جا محبت میکنن، یه جا محبت نمیکنن، یه جا محبت میکنن، یه جا دوری میکنن و تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. یا افرادی که میگن من طرفم رو دوست دارم، باهاش حالم اوکیه، عاشقشم، ولی بهش متعهد نیستم و هر مدل رابطه‌ای که بخوام رو تجربه میکنم. ولی در همین جا بیاید بیشتر بپردازیم روی این، بیاید متمرکز بشیم روی همین حالتهای ارتباط گرفتن. هر کدوم از ما میتونیم این حالتهای دلبستگی در دوران بچگیمون داشته باشیم. واقعش رو بخوام بهتون بگم برچسب ننگامیز و وحشتناکی نیستش. خیلی درصد کمی از ما مثلا توی جوامع شرقی این مدل دلبستگی ها رو تجربه کردیم که بهمون اونقدر توجه نکردن، اونقدر حضور نداشتن و والدین ما فکر میکردن که روش درست فرزند پروری اینه، پس ما نمیتونیم اونها رو جاج کنیم، مورد قضاوت قرار بدیم. حقیقت اینه که اونا تلاش کردن پدر مادرهای کافی باشن ولی خب جاهایی نتونستن. ولی ما حالا در زمان حال آگاه هستیم و میتونیم این حالتها رو درون خودمون درست کنیم. من بهتون گفتم من خودم از دلبستگی حالت جدایی رنج می‌بردم. تو هیچ رابطه‌ای به صورت پایدار نمیتونستم بکنم، سریع رابطه رو کات میکردم. ماکسیموم روابط من به 1.5 ماه ختم میشد. و خب زمانی که تونستم این دلبستگی اجتنابیم رو پیدا بکنم، روش کار بکنم و زمان زیادی رو براش بذارم، با تراپی رفتم، با مشاوره گرفتم، با مطالعه کردم، با تمرین کردن، تونستم یه مقدار این شرایطم رو بهتر بکنم. و خب از حق نگذاریم پارتنر خوب هم توی این موضوع دخیل بوده. ارتباط خوبی که تونست به من کمک کنه تا دلبستگی اجتنابیمو کنار بذارم. ما میخوایم الان دیگه با هم یه سری راهکارها رو مورد بررسی قرار بدیم که چطور میشه دلبستگی‌های اجتنابی دوری کرد. روش اول اینه که صبور باشیم. سعی کنیم توی روابطمون خیلی سریع جلو نریم، خیلی سریع هم عقب نکشیم. حواستون باشه متضاد دلبستگی اجتنابی یه حالت دیگه، دلبستگی مضطرب هستش که طرف یکسره میخواد طرف مقابلش رو به سمت خودش بکشه. خب پس اگر احساس کردید در مورد روابطتون خیلی سریع دارید جلو میرید، یه مقدار ترمز خودتون رو بکشید و آروم آروم سعی کنید قدم به قدم جلو برید. تو این کار میتونید از مشاور استفاده بکنید. خیلی میتونه بهتون کمک کنه. مورد بعدی، سعی کنید با پارتنرتون مسائل درونیتون رو در میون بذارید. با همدیگه در مورد حس و حال‌ها و گذشته‌ای که داشتید توی این مسائل صحبت کنید تا به درک متقابل از این مسئله برسید. حقیقتاً به من شخصاً این موضوع خیلی کمک کرد. تکنیک بعدی تنظیم هیجاناتمونه. بعضی وقتا خیلی هیجان زیادی نسبت به بیان یک مسئله داریم. مخصوصاً اگه مسئله مهمی باشه.
مثلا اینطوری که میخوایم رابطمون رو کات کنیم یا میخوایم وارد رابطه بشیم. قبل از اینکه این کارها رو انجام بدید سعی کنید مسائلی که تو ذهنتون هستش رو یادداشت کنید و دلایلی که برای انجام اون موضوع دارید رو برای خودتون یادآوری بشید. اینطوری بهتون کمک میکنه تا تصمیمات منسجمتری و خارج از هیجانات خیلی پایه‌ای و بدون تفکر بگیرید. تکنیک بعدی و مهمترین تکنیک، بازسازی تصویر ذهنی از خود و دیگران. ببینید این نکته خیلی مهمه. ما توی دلبستگی‌های اجتنابی با افرادی وارد رابطه هم میشیم که شبیه اون سبک دلبستگی خودمون باشن. یعنی لزوماً خودمون اجتناب از روابط نمی‌کنیم. یه وقتایی اجتنابی هستیم با فردی وارد رابطه میشیم که اون از رابطمون اجتناب کنه، اون از ما دوری بکنه. بعد به خودمون میگیم که من وارد رابطه شدم و آدم درستی نبود. از من دوری میکرد. ببینید یه سیکل و ارتباطی هستش توی روابطی که شما داشتید. بعضی وقتا نیازه که به روابط قبلیتون نگاه کنید و الگوهای مشابه و توی روابط قبلیتون که به پایان رسیده پیدا کنید. لزوما روابط احساسیتون نه. بعضی وقتا روابط دوستانتون هم نیاز به بررسی داره. و تصویر ذهنی که از خودمون داریم. این نکته خیلی مهمه. ببینید ما توی دلبستگی ها یک تصویر ذهنی از خودمون پیدا کردیم. اینکه من بر فرض ناکافی هستم که دیگران از من یک سر فاصله میگیرن، یا من خیلی خوب و کافی هستم و مورد مناسب من پیدا نمیشه. اون تصویر ذهنی که از خودمون داریم و نیاز بررسی بکنیم، یادداشتش بکنیم و دقت روش بکنیم. ببینیم آیا این تصویر با حقیقت وجودی ما مطابقت داره. بعضی وقتا میتونیم از دوستان نزدیکمون کمک بگیریم و از اونها بپرسیم آیا به نظر تو من زشتم؟ یا اینکه برای دختری یا پسری جذاب نیستم؟ یا فلانی چه چیزی توی رفتار من درست نیست که به نظر نیازه که اصلاح بشه؟ اینها و این رفیق‌ها و دوستای نزدیک و خوب خیلی میتونن کمک کننده باشن و درک میکنن بیان سوالش یه مقدار سخته، ولی وقتی که بیان بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه. اگر تا اینجای ویدئوی ما ازش لذت بردید ممنون میشم لایک، سابسکرایب و زدن زنگوله فراموشتون نشه تا اولین نفری باشید که ویدئوی بعدی ما رو میبینید و با لایکتون هم از ما حمایت میکنید تا ویدئوی ما به بیشتر افراد نمایش داده بشه. در مورد دلبستگی هم اگر سوالی داشتید خیلی ممنون میشم که توی کامنت ها مطرح کنید. در حد توان پاسخ بهتون میدم و اگر نکته‌ای هم به نظرتون بود توی کامنت ها بذارید تا دوستان دیگه و همینطور من استفاده کنم. و در نهایت بخوایم اگر جمع‌بندی از دلبستگی داشته باشیم، ما با هم دیگه گفتیم که دلبستگی سبک ارتباطیه که ما باهاش بزرگ شدیم و توی ارتباطات جاریمون هم ادامه داره. دلبستگی سازگار، اجتنابی، دلبستگی دوریجو و از اون ورم توی گذرهامون یه دلبستگی دیگری هم مطرح کردیم که میل شدید به طرف مقابله. یعنی دلبستگی که هی میخوایم طرف رو به خودمون جذب کنیم. بعد دو سوگرا رو بررسی کردیم که حالتیه که هم میخوایم از طرف دور بشیم هم نزدیک، و دلبستگی ناسازگار که حالت تشدید شده دلبستگی دو سوگرا هستش. و اینکه چطور میتونیم از شر این دلبستگی ناسالم خلاص بشیم و زندگی بهتری رو داشته باشیم. و نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که نیاز هممون یادمون باشه، اینه که داشتن دلبستگی‌های ناسالم به منظور بد بودن پدر و مادر ما و آدم‌هایی که اطرافمون بودن نیستش. اونها با تمام توانشون و با آگاهی که داشتن سعی کردن بهترین شرایط رو برای ما فراهم کنن. ولی مثل هر آدم دیگه این اشتباهاتی رو در درون مسیرشون داشتن. اشتباهاتی که ما برای نسل بعدمون میتونیم نداشته باشیم، ولی به این منظور نیست که فاقد اشتباه خواهیم بود. در کنار هم باشیم تا بتونیم مسیر قشنگتری رو برای خودمون و نسل بعدیمون به وجود بیاریم. امیدوارم موفق و پیروز باشید. من سپهر رحیمی هستم، همراه شما، و اینجا پادکست روتسه، جایی که به ریشه مباحث میپردازیم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.